برادر یک سوال داشتم که همین سنتی بامداد رو میگن در تاریکی میخونی فرضش رو در دمیدن صبح. وقتی که سنتی بامداد رو خوندیم در بین فرض و سنت سخن این دنیایی میشود یکی با فرزندان گپ میزنیم در همین ما گناهکار نمیشویم. نه، سنت بامداد بعد از آن بامداد است. البته وقتی بامداد که در آمد صبح که دمید، سنت بامداد شما بعد از آن حق دارید خوانید. بین سنت و بین فرض هیچ گپی ندارد که گپ زنید. فقط حضرت عایشه و بعض همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و کانت ساعتا لا ندخل فيها علی النبی صلی الله علیه و سلم، بین نماز سنت و بین فرض یه ساعتی بود که یعنی یه لحظه های بود که ما به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی در آمدیم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت سنت رو در خانه شان می‌خواندند و سپس بعد مدتی گذشته مثلا تقریبا 15-20 دقیقه بعد به مسجد می در آمدن. وقتی که در آمدن قامت گفته میشد. لیکن همین لحظه هایی که بعد سنت تا وقتی که به مسجد می رفتن در خانه بودند، ما در همین حالت به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی در آمدیم، یعنی خلل نمی رسانیدیم. در این حالت بین خودشون و بین الله تعالی باقی می ماندن. یعنی خوب است که انسان در یک شبانه روزیش باید ساعت‌های باشد که همراهی الله تعالی در خلوت ماند، الله تعالی را عبادت کند. یعنی ساعت‌های داشته باشد که با مخلوقات سخن نکنند. لیکن شما حق دارید گپ زنید، مثلا یگان سخنی دنیوی گویید، گناهکار نمیشید.